باز هم خوش آمدید بینندگان عزیز. ادامه عصر هلال را بیننده هستید از تلویزیون هلال. نو زموږ سره استاد دی پر دې موضوع باندې غږیږي چې اسلامي لارښود نقد څنګه دی او په اسلامي برخو کې د عمدي زده کړو فعالیت څومره ارزښتمند دی. استاد احسان الله رحمانی را سره خبرونه کې دی. استاد ډېر ښه راغلاست از فعلا خبرونه دي. خوش باشید، سلامت باشید. تشکر. ژوند دې اوسئ. استاد سمجان زه باور دا پوښتنه وکړم چې په هیواد کې د دیني زده کړو زمینه څومره برابره ده؟ الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکاران تکنیکیتان و بینندگان عزیز برنامه عصر هلال. شما در جریان هستین و بهتر میدانید که بحثی ما از آموزش و تعلیمات اسلامی صحبت میکنیم، یعنی از پیام رحمت، از رسالتی که پیام آور رحمت است صحبت میکنیم که اونها در جامعه باید بیشتر بحث داده شوند، بیشتر جامعه به اساس آموزه های دینی باید عیار شوند و نسل جوانی ما با آموزش های دینی آشنا شوند. بی یک قدم نیک و مبارک است که ما در مسیر آموزش های اسلامی قدم میگذاریم، اما چالش های فرارای خودمان داریم. ببینید بحث اصلی کجاست؟ بحثی است که اسلام می عزیز از قرآن کریم شما وقتی که به عنوان وثیقه مسلمان ها، به ارزشمندترین وثیقه مسلمان ها، شما وقتی که به اون مراجعه میکنید سراسر پیامی رحمت است، پیامی اخوت است، پیامی برادری هست، پیامی تعامل نیک با دیگرها هست، پیامی است که میتونه جامعه را در مسیر ترقی، در مسیر آرامش، در مسیر رفاه سوق بده. اما میبینیم که امروز از آموزه های دینی بیشتر استفاده های ابزاری میشه، در مواردی مدارس دینی متهم میشن به افراطگرایی یا مثلا به دهشت افکنی و این مسائل دیگر که اینها بیشتر در اینجا استفاده های ابزاری از نام دین میشه. استخبارات منطقه و جهان میخوان از یک طرف به اهداف خودشون برسن و از یک طرف دیگه هم حداقل در ذهن عامه و در ذهن جهانیان پیام اسلام را کم رونق بسازه یا پیام اسلام را در ذهن‌های دیگر حداقل آسیب برسانه که دیگرها به راحتی جلب این پیام نشوند. به خاطر تبلیغات خودشان میآیند یک سلسله مثلا فعالیت‌هایی را برام میندازن، بعد ذهنیت‌های ایجاد میکنن و ذهنیت‌ها وارد مدارس دینی ما میشوند و از اینجا بیشتر سرباز میگیرن. جناب رحمانی صاحب مشکل در کجا هست که باید رو سردچار میشه؟ خب گفتم مشکل در است که ما مسلمان ها متاسفانه یک مشکلی کلانی که در عصرهای این اواخر داریم ما این هست که ما به مدارس دینی توجهی خوب نداشتیم، به این معنی که بسیار سطحی ما آمدیم برخورد کردیم با مدارس دینیمون. این روشمند بحث ما مثلا به تدریس ادامه ندادیم، مثلا مدارس بیشتر توجه زیاد نداشتیم که حداقل در اینجا نفوذ نشود. به طور مثال شما ببینید ما در میراث گرانسنگ اسلامی خودمون در تاریخ 14 قرن که اسلام داره مسلمان ها دارن، در 14 قرن از مدارس دینی مثلا افراطی ها بیرون نمیشدن، مثلا دهشتگرا بیرون نمیشدن، مثلا کسایی بیرون نمیشد که بیشتر ذهنیت استیزاگری داشته باشند، بیشتر کسایی بیرون میشد که اونها چی بودن؟ نمادی از اخلاق، نمادی از تمدن، نمادی از مثلا یک جامعه، کسایی که مثلا میتوانستن ما را به یک جامعه مرفه سوق بدن. به طور مثال امروز حتی مثلا غواړم دلته یو پوښتنه کوم، هغه چې څه وسوه چې بالاخره خلک پر ځای چې ښه اخلاق او خاوند یو څوک راوځي اوس د تشدد او د سخت‌رزي سره یو ځای د مدرسې راوځي که دغه نکته څه وضاحت بله بحث ما بود. ببینید ما گفتیم که در گذشته ها چون نگاه ما به مدارس نگاه ابزاری نبود، هدفمندانه بود. ما میخواستیم که از مدارس پیام اسلام که پیام رحمت است و بیرون عرضه بکنیم، به شکل روشمند داشتیم سلسله را پیش میبردیم. مثلا دولت های اسلامی مدارس تحت نظر داشتن، به طور مثال نظامیه ها در بغداد در اینجا ایجاد شد، از اونجا سعدی بیرون شد، از اونجا مولانا مثلا از اونجا غزالی بیرون شد و مدارس دیگری در آسیای میانه و بخارا و اینجا مثل امام بخاری و در بلخ ما مثل جلال الدین بلخی یا کسای دیگری و همچنین از مدارس کلاسیکی ما یا سنتی ما مثل فارابی و ابن سینا و کسایی که در رسای طبابت و فلسفه و علم کلام امروز هم به عنوان معلم بشریت چی هستن، اونها
در جامعه معرفی است، حتی دشمنای ما اعتراف میکنن به مکانت علمی از اینها. به طور مثال فارابی به عنوان معلم ثانی معروف است، معلم اول در فلسفه ارسطو معروف است، معلم اول، و معلم دوم که ما داریم فارابی است. اما امروز گفتم که بیشتر استخبارات ها از چیکار استخبارات جهانی و منطقوی آمد نفوذ کرد در مدارس دینی ما فرزندامون رو به مدرسه میفرستیم، دیگه اصلا توجهی نداریم که اونجا چگونه تربیت میشه و در اونجا چی میخوانن، مسائل دیگه. از دل سنت اسلامی ما تشدد بیرون نمیشه و افراطیت بیرون نمیشه و این تشدد و این افراطیت بیشتر یک با پیش‌فرض هاست که میشه که یک افراطی مثلا کسی که میخواد سرباز بگیره مستری خانه هم که کار بکنه سرباز خودش هم میگیره و اگر ذهنیت افراطی داشته باشه شاگردایی که در مستری خانه هم روش کار میکنن اونها با این ذهنیت اونجا فارغ میشن. نوڅه پکار دی استاد؟ چه باید بکنیم جناب استاد که تا بتونیم به ما گذشتی که چنان بود بر بگردیم که انسان‌های با تمدن، انسان‌هایی که نبوغ دارن، انسان‌هایی که هدایتگر هستند و دعوتگر هستند و نابغه وقت خود هستند دوباره از این اماکن بیرون شوند. بسیار راش گرچه بگم که چالش‌های باز هم فرارای ما هست. ما ملتی در مجموع جوامع اسلامی، مردم مسلمان با حکومت‌هایشون اول یک اصلاح اجتماعی را به وجود بیارن تا یک قیادت صالح در رأسشون باشه، بعد اینها بیاین مدارس بیشتر به شکلی بیاین مثلا ایجاد بکنن که در اونجا بیشتر ذهنیت علم طلبی غلبه بکنه بر دیگر ذهنیت‌ها. فعلا در مدارس ما ذهنیت‌ها بیشتر معطوف به چی هست؟ به اونمو اندیشه‌های افراطی است. مثلا طالب علم وقتی به مدرسه میره و جای از اینکه بیشتر بر ذهنیت داده شد که بهتر بیاموز، خوبتر بیاموز، مصدر خدمت به جامعه شد، اونجا بیشتر افکار سیاسی به اینها چی میشه تلقین میشه. در روزهای اول اینا ذهن خالی هستن. وقتی ما با افراد ذهن خالی میم یک ذهنیت سیاسی به ایجاد میکنیم، اینجا ذهنیت سیاسی را مصروف میکنه و مانعی از این میشه که این به علم دست پیدا بکنه. بیشتر کسایی که در داخل محیط‌های اکادمیک بیشتر فعالیت‌های سیاسی میکنن، اینها کمتر میتونن که رسیدگی بکنن به درس. استاد غواړم یو پوښتنه وکړم، هغه دا چې تاسو د استخباراتو یادونه وکړه چې کېدای شي په دې کې استخبارات لاس ولري. زه غواړم دا وپوښتم چې آیا په اسلامي متنونو کې یا متونو کې داسې څه شته چې انسان د تشدد او سخت‌ریزۍ په لور بیایي؟ نه، شما ببینین در اسلام همیشه برچی ان الله یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. حتی پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم زیادی داده که لا تشددوا، میگه شما چی نکنین، سختگیری نکنین. و قرآن کریم و پیامبر علیه الصلوة والسلام میگه که انا ارسلناک رحمتا للعالمین. حتی قرآن کریم در جای دیگه میفرماید که فبما رحمت من الله لنت لهم لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. ای پیامبر، رحمتی که از جانب خداوند شامل حال تو گردید او سبب شد که چی شود؟ مردم در اطراف تو جمع شود. اگر تو انسانی سخت دل میشدی، درشت خوی میشدی، همه از اطراف تو پراگنده میشوند. یعنی مردم در اطراف پیامبر جمع شد، همگی آمدن در زیر چتر اسلام و از اسلام استقبال کردن. رحمتی بود که اسلام چی کرد؟ عرضه کرد جامعه انسانی. پیام مدرسه پیام رحمت است و رحمت را میرسه. بله، حتی به غیر مسلمان، حتی پیامبر علیه السلام در حدیث صحیح داریم که میفرمایند که احب الناس الی الله انفعهم للناس. محبوب ترین مردم نزد خداوند کسی است که مفیدتر به مردم باشه، کسی به مردم بیشتر فایده برسونه. حتی در مسائل ذمیا غیر مسلمانانی که در جامعه اسلامی زندگی میکنن، در زیر چتر جامعه اسلامی زندگی میکنن به عنوان ذمی، حتی پیامبر علیه السلام میفرماید که من ظلم معاهدا او انتقص حقه او کلفه فوق طاقته او اخذ منه شیئا بغیر طیب نفسه انا حجیجه یوم القیامه. این یک کسی، یک معاهد، یک ذمی غیر مسلمانی که در زیر چتر جامعه اسلامی زندگی میکنه، کسی او را ستمی بر او روا میدارد یا کسی حقی از او را کم میده یا چیزی از او را میگیره بدون از اینکه خودی از او بخواهد، میگه پیامبر علیه السلام میفرماید که روز قیامت ما چی هستم؟ گریبانگیری از او هستم، دست و یخن هستم امروز از روز قیامت. وقتی که یک دینی که در اصلی که در اون وقت دیگر ستیزی مود بود، در اون وقت هیچ کس غیر خدا نمیپذیرفت، هیچ اندیشه اسلام بود که آمد، گفت که پیامبر اسلام آمد اعلام کرد رسما که من چی هستم؟ وکیل مدافع اونمو معاهد، اونمو ذمی، اونمو کافری
هستم که در سرزمین مسلمان ها زندگی میکنم و مورد ظلم از طرف مسلمان قرار میگیرم. استاد تاسو اشاره ورته وکړه چې عوامل کېدای شي بیروني وي یا دننه په افغانستان کې وي د مدرسو په اړه باندې. اوس بالاخره د دې ټولو ستونزو سره سره بیا هم څه کولی شو چې د دې لارې څخه ووځو، یعنې د وتلو لار کومې خواته ده؟ خب شما ببینید عوامل داخلی هم هست، عوامل بیرونی. عوامل بیرونی شما بیشتر با اون نمیپردازیم چون همیشه از اون صحبت کرده شده، اما عوامل داخلی خیلی برجسته است. عوامل داخلی یک در اینجا برجسته به این شکل است که شما ببینید یک گفتمان دینی یا یک قرائت دینی که در اینجا جامعه ما بیشتر از سطح سوادشان پایین‌تر است حاکم شده، بیشتر اونها گفتمانی بیشتر خشونت محور است که متاسفانه در اینجا بگم در این 40 سال جنگ و ذهنیت ما رو بیشتر ذهنیت خشونت طلب بار آورده. این تاثیر خودش داره، اما راه حل از چی است؟ راه حلی هست که ما بیایم گفتمان هایی که امروز مطرح است، گفتمان های دینی از دل قرآن و سنت اسلامی شکلی را ما بیرون بیاریم. به شکلی اساسیش که خود قرآن کریم به طور مثال بحث جهاد یکی از مباحثی که بسیار امروز مورد بدفهمی قرار گرفته جهاد است. قرآن کریم بله بحث جهاد دیگه وسیع‌تر است و قلم روش یک نوعی از جهاد قتال میگم. قتال یعنی جهاد مسلحانه، جنگ مسلحانه. جهاد خوب همه خدمات بله در کل جناب استاد است. جهاد یعنی قتال. بله نه قتال یک نوعی از ذهنیت عموم مقصدم ذهنیت عموم است. اول ذهنیت عموم اصلاح بکنیم که جهاد قلمروش وسیع‌تر است. یک بخشی از جهاد قتال است و این قتال با کی میشه؟ در قرآن کریم هم قتال علیه ظلم شده. مثلا اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، یا در جای دیگه ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال تا آخرش، من النساء والولدان تا آخر. آیات در همه جای قرآن کریم وقتی که از جای از قتال صحبت شده اونجا دفع ظلم است. ما امروز بحثی اصلا مبارزه با ظلم، دفع ظلم پیش ما مطرح نیست. جهاد ما میگیم هر غیر مسلمانی را هر جایی میبینیم برویم بزنیم بکشیم خودش میشه جهاد. برداشت کلی هم قتال شده از جهاد. خیلی سپاس. ډیره مننه استاد کورما بعد احسان الله رحمانی د پانتون استاد او د عربي ژبې ماستر. ډیره مننه چې اسری الله خبرونه سپاس از حضور. ژوندي اوسئ. نو موږ هم هر اونۍ هڅه کوو د پنجشنبې په ورځ باندې موږ د اونۍ ټول تصاویر راټول کړو او د تصاویرو په ژبه باندې یو داسې پکیج درته جوړ کړو چې پوه شئ چې په نړۍ کې څه تېر شوي دي. نو د اونۍ په ژبه د دې اونۍ انځورونه آماده دي سمیع جان. با هم یک جو میبینیم.